ما حاضر ارزوق میپزیم. ارزوق این پختوپز ایدی است. برای ارزوق ما اونقدر محصولات زیاد نمیرود. با ما یک کاسه شیر، روغن خزر، نمک و کمی سودا با معیاری در کاریش میاندازیم. همه این چیزها رو آمیخته کردن خمیر ارزوق رو سخت میکنیم همانند فطیر. ارزوق چیز قدیمه می باشد و برای بالای دسترخوان ایدی قریب هم در همه جا استفاده میبرند. شما نیز هر سال ارزوق میپزید؟ ما هر سال هر عید ارزوق میپزیم. باز در یک خیل جاها ارزوق رو شیرین میکنند. هر کس موافق طبع دلش ارزوق میپزد. سودا رو باشد برای ملایم شدن میاندازیم. هرقدر که خمیر سخت باشد همونقدر ارزوق ما با مزه و خوشخور می آید. روغنش که زیاد باشد بعد ارزوق ما رزونق می آید و در خوردنش بسیار با مزه می شود. خمیر ما تیار شد. اکنون با مثل کلچه و قسمت جدا میکنیم. کلچه های ما کم ایستاده ملایم شدن. اکنون ما آنها را تنک میکنیم. و مثل فطیر آن را مخبر میزنیم. هم بالایش را هم پشتش را. زولای ما اونقدر تنک باید نباشد برای اونکه در وقتی که اون رو میپزیم بعد سخت میشود. بعد از مخبر زدن اون را با مثل چرکنجه کج میبریم و در درون روغن میپزیم. موافق طبع هر کس یا کلان یا میده چخیلی که با آدم معقول باشد.
تیز اون رو میکوبیم که خوشروی همه طرفا همه جایش سرخکی خوشروی شود. وقتی که تلورنگ شد آن رو از روغن پلو میدم میگیریم. ارزوق ما تیار شد.